تنها راه شستن گناه از دل توبه کردن است. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه. برادرمون عبدالستار سماک چه خوندن؟ دلت را خانه من کن، دلت را خانه من کن. کی داره میگه؟ شما فکر میکنی این خانه خداست؟ همین ستون، این چوبا، این سنگ و گل و خشت خانه خداست؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خانه خدا میدونید کجاست؟ دل بندگان خدا. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من.